عجیب ترین کاری که برای طرف مقابلت کردی و سرمنشأش فقط عشق بود چیه؟ شاید هیچ وقت یادت نره. یه پیشنهاد بازیگری رو رد کردم که طرف مقابلم هم آقای محمدرضا قلزار عزیز بود که هم خیلی دوستیم، هم خیلی ارادت دارم بهشون و همسر عزیزشون. به خاطر اینکه احساس کردم نکنه اون آدمی که تو زندگیمه بهش بر بخوره که من جمله‌های عاشقانه بگم، یه بهانه برای آقای قادری آوردم و گفتم من نمی‌پذیرم. چقدر عجیب. و به اون طرف گفتید که به خاطر چی کنسل کردی؟ نه اگه میگفتم ارزشش از بین میرفت. آخه عشق که توش منت نداره. نگفتم.